این روزا هر جا که بشینی همه دارن در مورد AI صحبت میکنن، اما چجوری ازش پول در بیاریم؟ بریم بهتون بگم. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ اسم من نیماست. خیلی خوش اومدید به کانال کالاتیک. اینجا در مورد دنیای تکنولوژی و هر چیزی که به دستمون برسه صحبت میکنیم. پس حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک کنید، بذارید که این خانوادهمون هی بزرگتر و بزرگتر بشه. ویدیو رو هم تا ته ببینید، وسطش اسکیپ نکنید برید، چون خصوصا این ویدیو قرار بهتون چند تا راه یاد بده که میتونید از طریقش به کمک AI خیلی راحت پول در بیارید. پس اصلا این ویدیو رو از دست نده. قراره 5 تا راه باحالی که میشه ازش استفاده کرد تا بتونیم با AI پول در بیاریم رو بهتون بگم. اولین راهی که شما میتونید برید پیدا بکنید واسه اینکه پول در بیارید با AI یه کار خیلی ساده است: نوشتن و کپی رایتینگ کردن. دیدید مثلا یه موقع یه جمله خاصی و واسه یه تبلیغی استفاده کردن و میخونی چقدر کچیه، آدمو سری میگیره، به اون میگن کپی رایتینگ. و در کنارش یه سری از سایت ها هم هستن که دوست دارن مثلا محتوایی داخل سایتشون راجع به یه موضوعی داشته باشن. خیلی راحت اگر شما بلد باشی یکم نگارش و اینجور چیزا رو، میری توی یک باتی مثل چت جی پی تی شروع میکنی به صحبت کردن باهاش و میگی آقا به من یه سری اطلاعات بده در مورد فلان گوشی. اون کلی اطلاعات جذاب بهتون میده. یه نقد و بررسی خیلی مختصر و مفید هم حتی میتونید ازش بگیرید و در نهایت اونو با یک سری تغییرات درست و حسابی بهترش بکنید و بذارید توی وبسایت. خیلی از آدم‌ها دارن الان از این طریق پول در میارن و چرا شما نباید در بیاری؟ پس اگر دنبال چنین کارهایی هستی حتما برو سراغش. دومین موضوعی که میخوام در موردش صحبت بکنم بیشتر به درد اون دسته از افرادی میخوره که برنامه نویسی خوندن یا عاشق کد نویسی هستن. یعنی شما یک علاقه‌ای داری ولی لزوما کد نویس ماهری نیستی، یا مثلا برنامه نویسی کار کردی و حالا میخوای پروسه کاری خودت رو به صورت فریلنسی خیلی سریعتر و اجایل‌تر جلو ببری. اینجاست که هوش مصنوعی به شدت به کارت میاد. من بابت هر کدوم از این کارهایی هم که دارم بهتون میگم یه چند تا هوش مصنوعی رو صفحه میذارم که میتونید برید سراغشون و ازشون استفاده کنید. پس حواستون به این گوشه‌های صفحه باشه چون قراره کلی هوش مصنوعی باحال بهتون معرفی شه. حالا نکته‌ای که داره اینه که الان هوش مصنوعی به قدری پیشرفت کرده که میتونه توی کدنویسی به شما کمک بکنه. یعنی میتونه بهتون مثلا ایرادای کارتون رو بگه باگ کارتون کجاست، فلان جایی مثلا کدتون رو تغییر بدید، یا حتی مثلا میتونه یه سری کدهایی که شما انتظار دارید خیلی سادن و راحت میتونه بنویسه رو براتون بنویسه، بهتون تحویل بده، شما ایمپلنت کنید داخل برنامه‌تون و در نهایت برنامه رو هی تکمیل و تکمیل‌تر بکنی و سرعت بدی به کارت. یعنی تا دیروز ما اگر مثلا می‌خواستی یک برنامه بزرگ بنویسی، یه سوپر اپ بنویسی، شاید مثلا چندین نفر باید درگیر می‌شدن تا بتونید یک برنامه کامل رو اجرا بکنید. اما الان خیلی راحت میتونید با کم کردن، میشه گفت که ریسورس ها، با مثلا کم کردن نیروی کار انسانی بیای و از AI کمک بگیری و به کمک اون حتی تک نفره یک برنامه کامل بنویسی. واقعا میتونه چیز عجیب و غریبی باشه و حتی ممکنه چند سال دیگه شما صرفا یک اپراتور باشی که کمک میکنی به هوش مصنوعی تا یه برنامه جدید خلق بکنه. پس حواستون به این قضیه باشه چون انصافا توی کارهای برنامه نویسی پول زیادی خوابیده. سومین موردی که شاید این روزها خیلی جذاب باشه مربوط میشه به دیجیتال مارکتینگ. حالا توی هر بخشش که میخواد باشه. خیلی ها الان هستن میان یک ربات ساده چت بات تور مینویسن تا شما مثلا اینو ایمپلنت بکنی واسه کسب و کارت، بیاد جواب مردم رو بده. مثلا شما یک فروشگاهی داری، میخوای بیای و یه سری از این کارهایی که مثلا داری رو مثلا سوال و جوابایی که مردم ازتون میخوان و خیلی چیزای دیگر رو اتوماتیک جلو ببری. یه سری ها هستن که الان میان به شما کمک میکنن، مثلا میری تحقیق میکنی، یاد میگیری که چجوری یک چتبات جدید مثلا بر بستر چت جی پی تی بنویسی، میری اینو یاد میگیری و در نهایت ازش استفاده میکنی واسه اینکه یک برنامه ای بسازی تا در نهایت اون جواب سوالای مردم رو این چتبات راحت بده. اونم تازه بسته به چیزی که شما واسش تعیین کردید. مثلا اگر یک وبسایتی دارید که قرار موبایل بفروشه، قرار اصلا لباس بفروشه و در نهایت یک سری میشه گفت
مشتری خاص داره، این بیاد اول یاد بگیره که چه چیزهایی شما به عنوان محصول دارید، هر کدومشون چه ویژگیهایی دارن، با استفاده از الگوریتم‌های ماشین لرنینگ بیا سایت شما رو زیر و رو بکنه و در نهایت یک پاسخ خیلی درست و حسابی به اون مخاطب و مشتری شما بده. پس اگر به این حوزه علاقه داری، نوشتن کدهای چت بات ها واقعا میتونه پولساز باشه واسهتون. این روزا واسه هر کسب و کاری یه چت بات ما احتیاج داریم. پس اگر دوست دارید این حوزه رو، حتما یه ناخنکی بهش بزنید. حالا توی همین حوزه دیجیتال مارکتینگ در نهایت کلی دستتون بازه که از همین AI ها استفاده کنید. الان یه سری آدم هستن که میان AI هایی مینویسن، طراحیشون میکنن تا بیان آنالیز بکنن دیتای مارکتینگی ما رو. مثلا ما توی امر فروش یا مثلا چه میدونم تبلیغات و اینجور چیزا این عمل کرده رو داشتیم، اون میاد به ما میگه که آقا ما در نهایت سود کردیم روی این قضیه یا نه. کاملا کسب و کار شما رو آنالیز میکنن و یک دیتای عالی جمع آوری میکنن که شما همیشه داشته باشیدشون و بتونید بررسیشون بکنید. همین الان کلی آدم هستن که دارن چنین بات هایی رو مینویسن برای کسب و کارها. پس اگر دنبالشید میتونید از این طریق کلی پول درارید. در کنار اینها میتونید از یک سری از همین این بات ها و AI ها استفاده بکنید واسه اینکه استراتژی محتوایی ازشون بگیرید، نمیدونم استراتژی مارکتینگی بگیرید. کلی ادوات و ابزارهای مختلف الان این AI ها بهتون میدن تا بتونید استراتژی کاری بهتری واسه بیزینس هاتون داشته باشید و بیایید و کسب و کارتون رو رونق بدید. پس یه سری از این آدم ها هستن که در نهایت میان از این چت بات ها، از این بات ها، از این AI ها استفاده میکنن تا در نهایت بتونن به یک خروجی مورد نظر واسه بیزینسشون برسن که اینا میشن چی؟ اپراتورها، که در نهایت آدم‌هایی هستن که اومدن یاد گرفتن چجوری از این بات ها استفاده بکنن. همین الان کلی شرکتن که دارن این اپراتورها رو استخدام میکنن. اینا کسایی هستن که واقعا بلدن با AI ها کار کنن، زبونشون رو میشناسن و میتونن به عنوان کسی که پرامپت های خوبی بهشون میده درست عمل بکنن. پس یک سری از آدم ها الان توی این بیزینس شغلی دارن استخدام میشن و شما هم میتونید جزوشون باشید. فقط کافیه که زبون یه سری AI رو درست یاد بگیری و اون رو بتونی تطابق بدی با اون کسب و کاری که قراره واردش بشی. اما در کنارش یه سری از آدما هم هستن که میان این AI ها رو شخصی سازی میکنن یا کداشو از بیس و بنا مینویسن. اینا هم جدای از این قضیه یه درآمد خیلی قابل قبول دارن و میتونن با تیم آپ کردن با اون دسته قبلی که بهتون گفتم به یه کسب و کار فوق العاده واسه خودشون شکل بدن. اما آخرین چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم مربوط میشه به تولید محتوا. شاید باورتون نشه ولی الان یه تولید محتوا یکی از پردرآمدترین کارهاییه که آدما دارن انجام میدن و نکته جذابش اینه که شما الان به کمک چت جی پی تی خیلی راحت تر میتونید تولید محتوا کنید. قبلا اگر میخواستید راجع به یک موضوعی تخصصی صحبت بکنید رسما باید ساعتها توی اینترنت میگشتید، منابع مختلف رو چک میکردید، نمیدونم در نهایت یه ویدیویی پیدا میکردید که به دردتون بخوره و از همه اینها یک مطلبی رو گردآوری میکردید که بتونید ازش واسه حالا ساخت ویدیو و متن یا حالا هر چیز دیگه استفاده کنید. اما الان چت جی پی تی خیلی میتونه توی این موضوع کمکتون بکنه. یعنی راحت میتونه بیاد به شما و راجع به یک موضوع اطلاعات مفید بده، کمکتون بکنه که اطلاعات رو سریعتر جمع آوری بکنید و همین موضوع خیلی کمک کننده است. چت جی پی تی توی این موضوع اصلا دستتون رو باز میذاره واسه اینکه بتونید کلی ایده خفن پیدا بکنید واسه اینکه ویدیوهای جذابتری بسازید. اما نکتهش اینه که فقط لازم نیست مثلا از چت جی پی تی استفاده کنید واسه ساخت ویدیو. همین الان کلی چت بات، کلی ای آی مختلف هستن که میتونن کمکتون بکنن ویدیوهای بهتری بسازید. قبلا یه ویدیو در موردشون ساختم و میتونید برید تماشا بکنید. اما نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که شما میتونید برای ادیت ویدیو از AI استفاده کنی. میتونی حتی مثلا کاراکترهای مجازی بسازی که بیان کمکت بکنن و در نهایت به یک ساختار جدید ویدیویی برسی. یا حتی یه سریاشون هستن که میتونن بیان و کمکتون بکنن که ویدیوهای جذابتری از نظر بصری بسازید و کلی المان افتر افکتی و نمیدونم المانهایی که مثلا مربوط به اپلیکیشن های 3D بودن رو به ویدیوهاتون اضافه کنن. اصلا چیزای عجیب و غریبیه که حتی
باورتون نمیشه. حتی میتونید یه کاراکتر کامل باهاشون بسازید و باهاش صحبت بکنید، اون جوابتون رو بده و همین اینو بذارید توی یوتیوب و ازش پول درارید. دیگه چی بهتر از این میخواید؟ تازه یک سری از همین آدمایی که یاد گرفتن با این اپلیکیشن ها و ای آی ها و اینجور چیزا کار بکنن، همین الان دارن توی تیمای تولید محتوا کار میکنن و استخدامن و پول در میارن. پس این هم یکی دیگه از راههای درآمدزایی میتونه باشه. خلاصه اینا بخشای جذابی بود که من دوست داشتم باهاتون به اشتراک بذارم، ولی دریایی از میشه گفت منابع مالی وجود داره که شما میتونید با استفاده از AI بهشون دسترسی داشته باشید. یعنی کافیه یکم خلاقیت داشته باشید یا سعی بکنید یک AI رو برای یک کاری که تا حالا براش تعیین نشده شخصی سازی بکنید و همین راه میتونه کلی درآمد واسهتون داشته باشه. پس این دیگه به خلاقیت خود شما هم برمیگرده و فقط کافیه یکم فکرتون رو به کار بندازید. دمتون گرمه که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون لذت بخش بوده باشه. برید و خوشحال باشید دیگه. کلی راه هست که میشه هنوز ازشون پول در آورد. خیلی مخلصیم. فعلا خداحافظ.